در پیام سالانه خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سرسبزگردانی محیط زیست و تطبیق با ثمر برنامه‌های دولتی تاکید نموده به مسئولین دستور دادند که به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شهر و نویه‌های کشور باز هم آباد و زیبا گردانیده شوند. در همین زمینه در دایره تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در ناحیه جلالدین بلخی معرکه نهالشینانی برگزار گردید. این اقدام مهم با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی محل، پس کردن تاثیر عامل‌های منفی محیط زیست، زیبا گردیدن سیمای ناحیه و فراهم آوردن محیط سالم زندگی برای اهالی راه اندازی شد. در جریان معرکه با تشبث شعبه حفظ محیط زیست ناحیه جلالدین بلخی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در کنار راه‌های اتومبیلگرد، محله‌ها و قطعه‌های معین شده نهالان گوناگون درختان سایه‌افکن و همیشه سبز شنانیده شدند. این درختان در آینده برای تازه نگاه داشتن هوا، پیشگیری چنگ و غبار، کم نمودن تاثیر گرمی تابستان و زیبایی محیط زیست نقش مهم خواهد داشت. در تدبیر سبزکاری، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، اینچنین نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک نموده سهم خود را در کارهای آبادانی و سرسبزگردانی گذاشتند. ذکر گردید که چنین تشبسات در تشکل فرهنگ اکولوژی جامعه نیز اهمیت داشته حس زیبایی پرستی ساکنان را می‌افزاید. همزمان مسئولین تاکید کردند که نگاهبینی منبع نهال‌ها، آبیاری سری وقتی و اشتراک فعال اهالی در کارهای سبزکاری عامل اساسی پایداری و ثمربخش چنین اقدام‌ها به حساب می‌رود. طبق اطلاع شعبه حفظ محیط زیست ناحیه جلالدین بلخی در موسم نوبتی نهالشینانی سالهای 2025-2026 شنانیدن 32,000 نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز، 345,000 دانه گل‌های موسمی و دائمی، اینچنین میسه‌زارکنی در مساحت 9,000 متر مربع به نقشه گرفته شده است. این نشان دهنده از توجه روزافزون حکومت مملکت به مسئله‌های آبادانی و سرسبزگردانی کشور شهادت می‌دهند. طبق اطلاع تا امروز در حدود ناحیه بیش از 7,000 نهال سایه‌افکن و همیشه سبز و 15,000 گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شدند که برای باز هم زیبا گردیدن سیمای ناحیه، بهتر شدن محیط زیست و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نمایند. همزمان ضمن سفر کاری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید با جریان شدگار زمین‌های کشت‌شونده ناحیه جلالدین بلخی از نزدیک شناس گردیده جهت سری وقت و با صفت انجام دادن این روند به مسئولان ساحه دستور دادند که از تکنیک‌های مخصوص تسمه‌چرخ وسیع استفاده برده شود تا کارهای کشاورزی مطابق به طلبات موسم به انجام رسند. طبق دورنما این سال در ناحیه جلالدین بلخی 7500 هکتار جای شودگار به نظر گرفته شده بود که این روزا در تمام جماعت شهرک دهات ناحیه موسم شودگار آغاز کرده شد. تمام تکنیک‌ها آماده شودگار هستند. این خیلی که شما می‌بینید در خواجگی به نام سفر جمعه کشتی شودگار را آغاز کردند و در روزهای نزدیک مقصد داریم که تمام زمین‌هایی که به جای پخته نگرانده شده است با پرگی شودگار خوشصفت گذرانیم. کشت شودگار در زمین ها از 35 تا 40 سانتی متر شودگار کرده شده ایستاده‌اند. اینچنین در زهبور و زهکش‌های حدود ناحیه‌های وخش و کشانیان در کنار شاهراه اتومبیلگرد بختر پنج پایان که کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری به کارهای تازه‌کاری مشغول بودند، رئیس ولایت با رهبریت ناحیه‌ها و مسئولان ساحه صحبت انجام داده تاکید نمودند که تا فرارسی موسم کشت کارهای تازه و برقرارسازی باید باز هم وسعت داده شوند. خدایداد رجب، عبدالرزاق رحمان، منوچهر آدینه برای برنامه اخبار.